بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با شما عزیزان همراه هستیم ان شاء الله با سلسله برنامه‌هایی از نامآوران سرزمین فارس. سرزمین فارس چه با اون وسعت قدیمش رو در نظر بگیریم یا چه با جغرافیای سیاسی امروزی ایران زمین رو در نظر بگیریم، همش خاطره هاست، همش پر از مجد و پیروزی ها و همگام با شکست ها و عقب نشینی هاست. سرزمینی است که در خاطرش، در زیر پوست این سرزمین ما نامه ها و نامآورهای بسیار بزرگی رو داریم. اگر همین جغرافیای امروزی رو بگیریم، از بالا که شروع کنیم، از اردبیل و تبریز گرفته تا مازندران یا طبرستان گرفته تا سرخس و طوس و نیشابور و دامغان و ری و قزوین گرفته تا بیایم پایینتر به همدان و قم و تا بریم به اصفهان و کرمان و شیراز و بم و سیستان و بلوچستان و لار و همه این شهرها و شهرهای دیگه سرزمینمون در تاریخشون، در خاطره هایشون نامه های بسیار بزرگی از علما و اندیشمندان، چه زبانشناسان، چه محدثان، چه مفسران و فقیهان و چه ریاضیدانان و اصحاب نجوم و شیمیدانان و فیزیکدانان و مهندسین و مکانیزم ها و همه علما در رشته ها و در تخصص های مختلف رو ما شاهد این نامه ها و نامآوران در تاریخ خودمون هستیم. این سرزمین از ابتدایی که آغوش باز کرد و دعوت توحید رو به جان و دل پذیرفت، نیاکان ما که در زیر ظلم و ستم طاغوتیان سالیان سال رو سپری کرده بودند و از انسانیت و از مفاهیم حقوق بشر و از آزادی کلاً محروم مونده بودند، وقتی که ندای توحید بر آنها را صدا زد، وقتی که طلوع خورشید رو شاهد بودند در سرزمینشون، با آغوش باز این ندایی که به اونها میگفت بگید لا اله الا الله تفلحوا، رستگار میشید، لا اله الا الله رو گفتند، منهج و برنامه زندگی که قرآن کریم باشه رو به آغوش گرفتند و اولین ندای قرآن که ندای اقرأ بود و ندای نون و القلم بود رو پذیرفتند، آموختند، با جان و دل اون رو به اجرا در آوردند و شدند ستارگان درخشانی در تاریخ بشریت، انسانهایی که تا به روز قیامت نامه‌هایشان در تاریخ بشریت و در مکتبه ها و کتابخانه های پرباری که ما شاهد اون هستیم در تاریخمون، نامهای این عزیزان می درخشه. هرگز تاریخ نخواهد توانست نامه‌هایی چون بخاری ها، مسلم های نیشابوری ها، ترمذی ها، ابو حنیفه ها و اصفهانی ها و دیگر از علمای سرزمین ما رو فراموش کنه. کسانی که بر تاریخ وجهه و منت بسیار بزرگی رو گذاشتند، تاریخی که همش فخر بود برای ما. اما برای هر انسانی جای سوال داره، چطور ما که سرزمینی پربار از علما و اندیشمندان داشتیم، سده‌های تاریخی سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، بعد از اون هشتم و بعدها به رکود نزدیک شدیم نهم و دهم، ما اندیشمندان بسیار والا و شخصیت‌های بسیار بزرگ و نامداری داشتیم. حالا چه شد که بعد از سده دهم و روی کار آمدن هویت جدیدی که بر جامعه ما تحمیل شد، هویت صفوی، ما با یک رکود بسیار بزرگی در تاریخمون شاهد بودیم و از اون روز تا به امروز، از سده صفویت گرفته تا به امروز که هویت کشور ما ترور شد و ملت ما مجبور شدند یک پوستینی که شایسته اونها نبود، یک پوستین وهمی و دروغینی که دیگران یا
تاجران مذهب و مذهب فروشان اون رو میبافتند، اون رو به زور به تن جامعه ما کردند و اون باعث شد که ما رکود داشته باشیم، ما نتونیم در صحنه جهان اسلام و نه حتی در صحنه جهان بشریت نامی از خود بگذاریم. در اون روزهایی که شاید برای ما اینقدر سخت بود، ما از نظر اقتصادی و خیلی مسائل دیگه در بحرانها بودیم، اما تونستیم که نام بسیار بزرگی برای خودمون به جا بذاریم. اما امروزی که ما ثروت‌های بادآورد بسیار زیادی داریم، ما میلیاردها میلیارد حرف میزنیم از ثروت‌های بادآوردی که چه از معادن طبیعی، چه از نفت و چه از گاز و غیره به دست ما میرسه و ما میتونستیم این رو به شیوه خوب و درستی مدیریت کنیم و بتونیم امروز سرآمد جهان بشریت باشیم. چه شده است که ما گمنام هستیم؟ حالا بیاییم نمونه هایی از این تاریخ پرمجد و عظمت خودمون رو با هم ورق بزنیم تا نیاکان نامدار خودمون رو بشناسیم. بعد از اون یه تلنگری به خودمون بزنیم که ما کجای کاریم، چه شده است که ما عقب نشینی کردیم و چه چیزایی باعث شد که ما رکود کنیم، تخلف کنیم و امروز بشیم به اصطلاح از عناصر ناشناخته و کشور ما بشه جزیره ناشناخته‌ای در این کره خاکی، جزیره‌ای که هیچ نامی از خودش نداره و هیچ نشانی و هیچ فخری برای بشریت نمیتونه داشته باشه و نداره. از جمله شخصیت‌های شاخص تاریخ درخشان ما، ستاره هایی که درخشش اونها تا به روز قیامت خواهد ماند و از جمله افرادی که امروزه تنها در جهان اسلام صدها و هزارها مرتبه اسم ایشون برده میشه و به عنوان یک فخر برای جامعه بشریت شناخته میشه، یکی از جوانهای سرشناس شهر عزیز خودمون شهر نیشابور هست. شهر نیشابوری که شاید به عنوان روزگاری به عنوان پایتخت فرهنگ و علم و دانش در کشور عزیزمون شناخته میشد. این ستاره درخشان سرزمین نیشابور عزیزمون، این ستاره همیشه تابان این سرزمین، امام مسلم نیشابوری است. امام مسلم نیشابوری از بچه‌های خراسان، از زادگان سده سوم، ابتدای سده سوم در سال 204 چشم به جهان گشود و در بعد از 57 سال زندگی این جهان فانی رو در 261 به درود سپرد. حالا این نوجوانی که از شهر نیشابور بر اومد و در همون 16 سالگی راهی خانه خدا شد. وقتی که میگیم خانه خدا، در اون زمانها سفر به خانه خدا یک مکتب فکری و یک مکتب اندیشه و یک مدرسه علم و دانش شمرده میشد. کسی که به راه مکه در میرفت، این فرد همراه با یک کاروانی که در اون کاروان علما، اندیشمندان، متخصصین در زمینه‌های مختلف همه راهی این سفر پربار هستند، 24 سال همراه هم هستند. یک دانشگاه سیار با مجموعه‌ای از دانش آموزان و مجموعه‌ای از علما و متخصصین در رشته‌های مختلف. واسه همینه که در تاریخ وقتی میگن فلانی یه بار یا دو بار حج رفته، خیلی اهمیت داره و بیانگر اون وزن علمی اون شخص میتونه باشه. امام مسلم نیشابوری در طی 15 سال تلاش و جهاد و کفاحی که در بعد از البته آموزش علم حدیث و علوم اسلامی سپری کرده بود، 15 سال عمر خودش رو در جمع آوری حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپری کرد که کتاب صحیح مسلم رو برای ما به یادگار گذاشت. کتابی که احادیث اون رو از بین 300,000 حدیثی که تونسته بود به اونها برسه و اونها رو حلاجی کنه و شخصیت هایی که اون احادیث رو روایت کردن اونها رو یکی یکی بشناسه، از بین اونها این کتاب بزرگ رو برای ما به یادگار گذاشت. در تاریخ از پدر امام مسلم میارن که ایشون یکی از محبان علم و دانش بود و خانواده ایشون خانواده تقوا و صلاح و علم و پرهیزگاری بود. این نقطه بسیار
حساسی هست. در وقتی که ما میخواییم فرزندمون امام مسلم باشه، باید زمینه رو مثل همون طوری که پدر امام مسلم حجاج به اصطلاح مهیا کرده بود برای پسرمون یا برای فرزندانمون مهیا کنیم. خانواده‌ای که تقوا و صلاح و پرهیزکاری و ترس از خداوند و حلال خوری به اصطلاح سیمای اون هست. از استادایی که امام مسلم در برابر اونها زانوی آموزش به زمین نهاد میشه از شخصیت‌های نامداری چون امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق ابن راهوی و یحیی ابن یحیی نیشابوری و امام بزرگ حدیث حضرت امام بخاری اسماعیل بخاری نام برد. شخصیت‌های بسیار نامداری هم در محضر امام مسلم زانوی تتلمذ به زمین زدند که از جمله اونها میشه امام ابو عیسی ترمذی و امام ابو عوانه اصفراینی و امام بغدادی و غیره رو نام برد. از مؤلفاتی که امام مسلم به جا گذاشته در کتاب‌های تاریخ بیش از 20 اندی مؤلف رو ذکر کرده اند که به اصطلاح شاخصه هست و شاخصترین و بزرگترین کتاب ایشون همون صحیح مسلم هست. در مورد ایشون محمد ابن بشار میگن که حافظان دنیا 4 نفرند. محمد ابن بشار که از علما و اندیشمندان روزگار خودش بود میفرمودن در دنیا 4 نفرند که به اینها میشه گفت حافظ. اینها کیند؟ فرمودند ابو زرعه که در ری هست و محمد ابن حجاج در نیشابور و عبدالله دارمی در سمرقند و محمد ابن اسماعیل بخاری در بخارا، که این شخصیت‌های بزرگ 4 تا حفاظ بزرگ تاریخ در اون زمان هر 4 تاشان از سرزمین فارس بودند. امام مسلم یه دکانی داشت، دکان پارچه فروشی و وضع اقتصادی خوبی تونسته بود فراهم کنه برای خودش و یکی از ثروتمندان نیشابور شمرده میشد. انسان بسیار سخی و با تقوایی بود، به مردم رسیدگی میکرد و در علم و دانش خداوند متعال دروازه های علم و دانش رو به روی ایشون گشوده بود. در زندگی ایشون میارند که روزی کسی از ایشون یک حدیثی پرسید که ایشون نشنیده بودن. برایشون خیلی سخت بود که حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه و امام مسلم نشنیده باشند. این بود که رفت داخل کتابخونه‌اش و گفت که لطفاً به خانواده‌اش گفت کسی وارد کتابخونه نشه که من امروز یک بحث بسیار مهمی دارم. خانواده گفتند که یک سبد خرمایی به ما هدیه شده، کسی یک هدیه آورده سبد خرما. گفتند که خب این خرما رو بیارید داخل، در رو ببندید، مزاحم من نشید. و شروع کردن به بحث و تلاش در کتابخانه بزرگی که داشتن. شروع کردن کتاب از اینجا بگیر، کتاب از اونجا بگیر، مطالعه بکن. در عین حال همین سبد خرما رو کنار خودشون گذاشته بودن و تا صبح این سبد رو کامل خوردند. و امام حاکم میگه که بعضی از انسانهایی که میشه رو حرفشون حساب کرد میگفتند که امام مسلم به سبب خوردن زیاد به اصطلاح خرما وفات کردند. امام مسلم این کتاب بزرگی که گذاشتن، کتاب صحیح مسلم جامع فی احادیث النبی صلی الله علیه و سلم، که در اون سعی کردن تنها و تنها اون احادیثی که 100% روشون اعتماد هست که صحیح هستن اونها رو بیارن. هر حدیثی که مثلا بگن که در رتبه احادیث ضعیف هست یا روش یک علامت استفهامی میتونه باشه، هرگز امام مسلم در کتابشون اون رو ذکر نکردن. امام مسلم هدف از نوشتن این کتاب چی بود؟ میگن که کسی از ایشون سوالی پرسید، شاگردی سوالی پرسید که ما وقتی بخوایم که احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو داشته باشیم و در به اصطلاح احادیث رو یک جا داشته باشیم، اون هم با
ابواب فقهی که ما بدونیم که مثلا در باب نماز، در باب حج، در باب ایمان، در باب تفسیر، در باب فلان، ما کجا این احادیث رو یک جا داشته باشیم؟ آیا همچین کتابی در دسترس هست؟ وقتی امام مسلم نگاه کردن دیدن که باید یک کتابی با این شیوه به اصطلاح ترتیب بدن و جمع آوری کنند و خودشون هم براشون خیلی دردناک بود که وقتی احیانا در مجالس علمی می نشستند یا در روی خطبه جایی خطیبی رو می دیدن که به برخی از احادیثی استشهاد میکنه و ذکر میکنه در لابلای کلامشون که اینها ثابت نیست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده باشه که احادیث من در آوردی اونا، اینجا احساس مسئولیت کرد که من باید یک کتابی این چنین که صحیح 100% باشه رو باید برای جامعه تقدیم کنم. این بود که صحیح مسلم رو در 54 کتاب نوشت. 54 کتاب که میگیم یعنی در 54 فصل که مثلا عبادات، معاملات، اخلاق، سیرت، فضائل، زهد و رقایق، بهشت و جهنم، تفسیر، به این صورت موضوع بندی کرد کتابش رو تا برای اهل علم و دانش آموزان رسیدن به احادیثش آسون باشه. در این کتاب امام مسلم 3033 حدیث را در این کتاب ذکر کرده، احادیث بدون تکرار مسانید اونها. وقتی احادیث با تکرار سند را ببینیم در صحیح مسلم ما 7479 حدیث رو داریم که بعدها اهل علم اومدن درباره کتاب مسلم و کتاب امام بخاری بحث ها نوشتن. برخی اومدن احادیثی که هم در صحیح مسلم هست هم در صحیح بخاری هست اونها رو در یک جا جمع کردن، در جمع بین صحیحین کردن. برخی اومدن تنها کتاب‌هایی که مثلا کتاب صحیح بخاری و مسلم و صحاح دیگر که احادیث صحیح رو جمع آوری کرده بودند، همه اینها رو در یک جا به عنوان جامع الاصول یا عمدة الاحکام و با نامه‌های دیگر به اصطلاح جمع کردند. در مصطلح احادیث وقتی که شما میشنوید که یکی از علما حدیثی رو نقل میکنه و بعد از اون میگه متفق علیه یا میفرمایند که رواه الشیخان، وقتی میگن شیخان یعنی شیخان علم حدیث، دو تا شیخی که بالاتر از اونها نیست و اونها امام بخاری و امام مسلم که هر دوتاشون از سرزمین خودمون باشن هستند. و وقتی هم میگیم که متفقون علیه یعنی اینی که هم این کتاب این حدیث در صحیح مسلم اومده و هم در صحیح بخاری و هیچ کسی حق نداره روی این بحثی بکنه، چون که علما و اندیشمندان در طی سده‌های مختلف روی این کتاب‌ها کار کردند و این احادیث مورد تأیید جمهور علمای اسلام هست. دیگه الان من به اصطلاح چه بحثی دارم وقتی میشنم صحیح بخاری هم و صحیح مسلم هم این حدیث رو نقل کرده و این حدیث متفق علیه هست یا به روایت شیخان هست، اون رو روی چشمم میذارم و قبولش میکنم. علما و اندیشمندان بزرگ جهان در توصیف کتاب مسلم گفته ها دارند که از جمله این سخنان مثلا امام ابن صلاح رو در مورد امام مسلم یا کتاب صحیح مسلم میفرمایند هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحیح الحديث، این دومین کتابی هست که در حدیث صحیح نوشته شده و بعد از صحیح امام بخاری هیچ کتاب صحیحی به این صحت نیست. ثم لم یلحقهما لاحق، بعد از صحیح بخاری و صحیح مسلم هیچ کتاب دیگه‌ای در این قدرت و به اصطلاح صحتی که این دوتا کتاب هستند نیست. امام ابو علی حسین نیشابوری میگه که ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج فی علم الحدیث، در زیر سقف آسمون کتاب حدیثی به صحت کتاب امام مسلم وجود نداره. همچنین که امام ابن صلاح در جای دیگه میگه که جمیع ما حکم مسلم بصحته فی هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، هر حدیثی که امام مسلم در کتابش آورده و گفته که این حدیث صحیحه، در اون هیچ جای بحثی نیست، اون حتما 100% حدیث صحیحی هست.
امام نووی بعدها اومد کتاب امام مسلم رو شرحش کرد و در مورد ایشون میگن که امام مسلم انه امام لا یلحقه من بعد عصره، هیچ کسی دیگه نمیتونه به گرد پای امام مسلم برسه، انسانی که این همه تلاش و زحمت کشید و تونست همچین کتابی رو برای ما بیادگار میگذاره. همه علما بر این اتفاق دارند که بعد از قرآن کریم صحیح ترین مصدر و منبع علمی برای آموزش دین کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری هستند. امام ابن تیمیه در مورد کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم می‌فرمایند که این دوتا کتاب صحیح ترین کتاب‌هایی هستند بعد از قرآن کریم در زیر سقف آسمون و به اصطلاح همه علما در این که به اصطلاح کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری مهمترین کتاب‌هایی هستند که برای دین رو میشه از اونها گرفت اتفاق نظر دارند. پس امام مسلم یکی از شاخصترین و عظیمترین شخصیت‌هایی است که تاریخ ما اون رو به چشم و دل قبول کرده و سرزمین ما اون رو با افتخار به جامعه بشریت داده. حالا این شخصی که این همه زحمت و همت رو به خرج داد و از سرزمین نیشابور ما بود، جا داره که ما یک وارسی کنیم به هویت خودمون تا دریابیم که هویت ما کی بود، نیاکان ما که تونستند دنیا رو آبیاری کنند با علم و اندیشه خودشون چه کسانی بودند، به اونها باید افتخار کنیم، برگردیم اونها رو بشناسیم، کتاب‌های اونها رو مطالعه بکنیم تا بتونیم ما هم در آینده شخصیت‌هایی مثل اونها باشیم و بتونیم هویت اصلی خودمون رو کسب کنیم و برگردیم بشیم خودمون.